در ناحیه واسه با مقصد آموزش نقطه‌های پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و در عمل تطبیق نمودن آن با اشتراک معارفچیان همایش معرفتی آموزشی دایر گردید. در این چاره‌بینی با اشتراک دیرکتورین مؤسسه‌های تعلیمی، جانشینان آنها، کارمندان شعبه معارف، نماینده ریاست معارف ولایت خرطوم، مدیر معارف ناحیه واسه در معرضشون قید بودند که همساله اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امالی رحمان در پیام خویش سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی جمهوری را پیشکش اعضایان مجلس ملی و وکیلان مجلس نمایندگان می‌نماید. و امسال سنه 28 دکبر سال 2024 پیام نوبتی خویش را پیشکش اعضایان مجلس ملی و وکیلان مجلس نمایندگان نمود که آن فعالیت سالانه اعضایان حکومت، کمیته و اداره‌ها، وزارت و ساختارهای قدرتی و نقشه‌های دورنمای حکومت مملکت را فرا گرفت بود. قید نمودند که پیشوای ملت در پیام امساله خویش نیز در برابر دیگر قشرهای جامعه به ساحه معارف دقت مخصوص ظاهر نموده تاکید نمودند که رشد ساحه معارف کلید پیشرفت همه ساحه‌ها و عامل مهمترین تامین نمودن آینده باثبات دولت و فرد و با سعادت جامعه به حساب می‌رود. پیام پیشوای معظم ملت که با مردم شریف تاجیکستان ارائه گردید، تمام سمت‌های داخلی و خارجی کشور پر را مورد تحلیل و بررسی قرار داده شد. در این پیام که اکثریت سخنان پیشوای معظم ملت به ساحه معارف که ساحه معارفی که از ساحه افضلیت‌ناک و کلیدی جامعه معرفی نمود روانه گردید. در این روند ما آموزگاران، ما کارمندان ساحه معارف را بار دیگر وادار می‌سازد که نسبت کسب خویش سرطلب بوده، خوانندگان را در روحیه وطندوستی، وطن پروری، صداقت به این وطن بیشت آسا و بلند برداشتن سطح و صفت دانش خوانندگان نسبت سالهای پیشین باز هم سرطلب باشه. سبب همین است که همساله توجه راهبری دولت به بلند برداشتن مهارت کتابدانی و کتابخوانی، بیدار کردن ذوق کتابخوانی خوانندگان و تمام قشرهای جامعه روانه گردیده است و ما را وادار می‌سازد که نسبت این مسئله هم توجه خاص ظاهر نماییم. سبب همین است که امسال با امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان دوم ینور تحت رقم 709 و 710 آزمون‌های جمهوریایی فروغ صبح دانایی کتاب است و علم فروغ معرفت به امضا رسید. خوشبختانه در روند سخن‌های پیشوای معظم ملت ناحیه واسع در آزمون‌های سپری گردیده فروغ صبح دانایی کتاب است و علم فروغ معرفت خیلی و خیلی آمادگی جدی داده بودند و نتیجه های دسترس هم نویل گردید. نسبت علاقه برای بلند برداشتن ذوق کتابخوانی خوانندگان در دوره تعطیل زمستانه خوانندگان با کتابخوانی که مطالعه کتاب‌های علمی و بدیعی، نثری و نظمی هم توجه خاص ظاهر گرده، علاقه در این سمت پیشروی‌ها برای سال امساله اشتراک کردن در این آزمون‌ها زمینه علاقه پیدا گرده است. در این همایش از آموزگاران دعوت به عمل آورده شد که نسبت باوری که پیشوای ملت به ما آموزگاران دارند توجه باز هم بیشتر ظاهر نموده کوشش نماییم که با مهنت صافدلانه توانیم نام شرفیاب آموزگار را باز هم بلند برداریم. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسع برای برنامه اطلاعاتی نوید.